دوستای عزیزم، میخوام یه چیز جالب نشونتون بدم. این یه صورت بزرگ، خیلی بزرگه. ببینید آدمه در مقابلش چقدر ربات درست کردن. بعد وقتی میری کنارش رو حرکت میکنی اونم حرکت میکنه. به این چشمم میزنه. خیلی جالبه. هوش مصنوعی دیگه، همه جا از این چیزها قراره ببینیم. این دکوریشن یه گلاسز، یعنی عینک فروشیه و خیلی قشنگ. این ربات رو درست گذاشتن برای تبلیغاتشون. همه میان فیلم میگیرن و بله خیلی جالبه. اینم یه ربات دیگه است که فکر کنم راه بره ولی الان خاموشه. گذاشتن زمانی که اینجا شلوغ میشه این کار انجام بدم. اونم خانم خوش اخلاق که فروشنده هستش.